همو گوشت پاره را که در بین دو پاش است و کفالت گوشت پاره را که در بین دو چانش هست، یعنی پشت زبانهاش میدهد، من با او کفالت جنت میدهم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. هر کس کفیل میشود، ضامن میشود بر فرجش و بر زبانش، من کفیل میشم که این شخص مؤمن باشه داخل جنت میشود، از ایده بشورت زیاد میشود. فقط همین زبان نگه بدار، لغلق نکن، گپی بیهوده نگو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی بشارتی بزرگی داده است، سبحان الله، از ایده بشارت زیاد میشود. سلام علیکم مهاجران عزیز و محترم، کسانی که از تاجیکستان، دوشنبه، یوان، کولاب به سمت‌های اورنبورگ، سمره، تلیاتی، اوفا، مسکو سفر کردن می‌خواهند، مرحبا زنگ بزنین. دوستان عزیز مهربان، کسانی که از فدراسیای روسیه و از تاجیکستان، یوان، دوشنبه با فدراسیای روسیه میخواهند با نرخ ارزان سفر کنین، مرحمت در نمره اکران دیده زنگ بزنین. دوستان عزیز، حاجی بابا در خدمت شما قرار داره. ماشین های زمانوی یک چند نمود شد داریم، انشالله شما را سوق سلامت برده میبیارند. و یک چیز فراموش نکنین که سالهای زیاد تجربه کاری دارند. برای معلومات پره و کافی دسترس کردن در نمره اکران دیده زنگ میزنیم، معلومات پره از خودشان دسترس میکنین. باقی به همه شما راهی سفید خانه آبادی خواهانم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم برادرها، بسیاری شما امپلوس میپرسید، امپلوس اومد انشالله که صفتی به حد خوب داره، همه پستا بسیارتر آدزیاش هم میذاره، هم خوابگی در روز میکنه، مهلت شه، گردش خانه تیز میکنه، بعد آدمایی که به حرکت بخواتن تنه را بخواد میکنه، در چشموان روشن میکنه، فکرونه را خوب میکنه. مرحمت برادرها، کدوم در کار روشن زنگ زنه، انشالله با همه شهرها روان میکنیم. که فرزندی آدم از خواب میخیزه، هر سحر تمام اعضای بدن در بعض جا اومده است که پیشش زبان التجا میکنن، تواضع میکنن. در بعض روایات اومده است که زبان حکم به کفر میکنن، زبان مذمت میکنن. تقول اعتق الله فینا فانما نحن بیک، میگن ای زبان گرسوخته از خدا بترس، در حق ما جور نکن که ما به تو متعلقیم، ما به تو وابسته هستیم. فاین استقمت استقمنا، اگر تو راست درست باشی ما هم راست درست هستیم. اگر تو سبحان الله و الحمدلله گفتی، تمام رگ پیوند سبحان الله و الحمدلله میگه. و این اعوججت اعوججنا، اما اگر تو کج رفتاری کردی جوان مرد، از تو سخنای ناسزا برمد، ما در بلا میمونیم. تو یک مسلمان حقارت کردی، مشت یا میزنه بنیره میشکنه یا دندونه. تو اگر یگان سخنی نادرست و خلاف شرع نعوذ بالله کفر گفتی، فردا در آتش جهنم از تی بدبخت دیده ما زیادتر میسوزیم. میگن اعضای بدن از خدا بترس، در حق ما جور نکن. از همین خاطر زبان همیشه باید اداره شود. با پیر رسیدم در اقصای یونان، بدو گفتم ای آن که با عقل و هوشی، زی مردم چی بهتر به هر حال؟ گفتا خموشی 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 خموشی. پیش یک بزرگ رفتم، میگه پرسیدم که تو بسیار آدم با خیرت هستی، به عقل هستی، کدام کار از همه بهتر است؟ 4 بار خاموشی گفت، خاموشی 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 خاموشی. سبحان الله. حضرت احنف ابن قیس، قیسه احنف ابن قیس هم در جنگ جمل و هم در جنگ صفین برات بیان کرده بودیم. این سرور قبیله بنی سعد است، بسیار شخصی دانشمند بود، بسیار زیرک بود. همون شخصی که نزد حضرت علی اومد گفت یا امیرالمؤمنین، گفت مرا گفت از جانب خود حکم تعیین کن، لا اقل مورد حکم تعیین نمیکنی، شخصی دیم تعیین کن. اقلا گفت سیم تعیین کن، نمیگذارم که هیچ دشمن بر ضد دسیسه کند. بسیار دانشمند بود، بسیار عاقل بود. در نزد حضرت معاویه همه جمع اومدگی، احنف هم همونجا است.
همه گپ میزنن. احنفی که از همه چرب زبان بود، شیرین بیان بود، خاموش تا آخر معرکه را لام نگفت است. بعد گفتن که یا احنف برای چی گپ نمیزنی؟ گفت اگر دروغ بگم ای خدا میترسم، اگر راست بگم ای شما. چی بگم؟ دروغ بگم ای خدا میترسم، راست بگم ای شما نمیفوره. بهترش خاموش بیستم. ببینه همه آدم ها را عقل دانش فراستشون از کجا میدونن؟ از زبانشو. اول اندیشه میکنن بعد سخن میگن. او آدمی که اول سخن گفت بعد اندیشه کرد، وای به حالش که همیشه جانش در عذابه. او را هیچ وقت عاقل خیرتمند نمیگن. حضرت هارون رشید رحمه الله یکی از پادشاه‌های اسلامی است، از بنی عباس. بسیار پادشاه بزرگ بود. پسرهایش که وقتی که 30 سالش به بزرگی رسیده بود باقی مانده بودند 2 نفر بود. هارون رشید دیگر پسرها هم داشت است، اما در وقت حیاتش از دنیا گذشتگی‌اند. یکیش با نام امین، دوم با نام مأمون. شما تاریخ میخونی از این چیزا با خبره انشاءالله. امین پسری سعیده زبیده بود، دختر عمک هارون رشید. دختر عمکش بود، محبوب ترین زنهای هارون رشید، سیده بغداد. مأمون دختر پسر یک کنیز بود. مادر مأمون رشید کنیزک بود، زن هارون رشید نه، کنیزک هارون رشید، امی ولد. در ابتدا هارون رشید همو امین پسرش ولیعهد تعیین کرده بود که بعد وفات من امین ولیعهد است. اما بعدتر وقتی که هر دو بزرگ شدن حکمش عوض کرد، مأمون جای خود ولیعهد تعیین کرد. سیده زبیده دختر عمکش وقتی شنید به غضب اومد، نزدش در اومد، گفت چرا ظلم میکنی؟ اوی پسری من است. خب پسری من است، پسر یک کنیز بالاتر نباشد. گفت زنک پسری تا است، پسری من هم از دوستش میدارم، اما بنیادی ملک به عقل است. به عقل ملک عقل آبادان میداره. من نمیخواهم که بعدی وفات من ملک دولتم تیز از دست بروه. پسری تا عقلش کامل نیست. چخیل میگه تو چخیل اثبات میکنی عقلش کامل نیست؟ هر دش یک کتاب میخونن، در پیش یک معلم درس میگیرن، چخیل عقلی کامل به دست ایش نه؟ گفت علم دیگر است، عقل دیگر. اگر بخوای گفت واضح اثباتت میکنم. گفت بسیار خوب. بعد صدا کرد، گفت امین دعوت کنی نزدم. امین صدا کردن، در اومد که پدر و مادرش ایشت است. گفت یا امین، گفت لبیک یا پدر جان. در پیشش مسواک چوب ها ایستاده بودن، مسواک چوب. 3 دانش در دست گرفت. در بعضی روایات اومده است که 1 قبضش گرفت. گفت ما هذا، این چی است؟ گفت. در جواب مأمون گفت هذا مساویک. امین گفت هذا مساویک، اینا مسواک ها هستند. مسواک جمعبندی شکسته دارد. مسواک مساویک، اکبر اکابیر. اما کلمه مساویک دیگر معنی هم داره. از مس و مساوی به معنای بیعقلی، دونهیمتی، بیغیرتی، احمقی. مساویک یعنی احمقی تو، مساویک. ببینه امین در حال گفت به اندیشه. بعدا گفت اکن مأمون صدا کنه. مأمون رشید در اومد. مأمون بسیار زیرک بود. همه عقل بسیارش اخیر سببگاری آن شد که از راه هدایت گمراه شود، طرف معتزلی ها را گرفت. حضرت امام احمد حنبل خیلی جبر ظلم کرد، مجبورش کرد بگه که قرآن مخلوق است، نعوذ بالله. اما حضرت امام احمد حنبل هم که امام اهل سنت و الجماعه است، سالهای طولانی حبس شکنجه را به ذمه گرفت، اما به زبان نگفت که قرآن مخلوق است. گفت قرآن کلام خدا است، صفت خدا است، مخلوق شده نمیتونه. و همین مأمون رشید صدا کرد، گفت یا مأمون ما هذا. ای مأمون گفت در دست من چی است؟ این چی است؟ مأمون با عقل اول اندیشه کرد که مساویک
مساویک دو معنا داشته است. یکیش به معنای مسواک چوب ها، یکیش به معنای احمقی و بیعقلی و بیخیردی تو میشید است. برای همین از بس که زیرک بود با عقل بود گفت هذا مسواک و هذا و هذا. این مسواک از گفت ایشم و ایشم، جمعش نکرد. این چوب مسواک از گفت این چوب شم و این چوب شم. گفت دیدی اکا عقل انسان به آن دانسته می شود که پیش از او که سخن از زبان برانه در مینه سرش اول او را هضم میکنه بعد خارجش میکنه از زبان. پسری تا هضم نکرده حتی اندیشه نکرد که مساویک میتونه که دیگر معنا داشته باشه، در حال مثل اتومات از زبانش برآمد. اما معمون که با عقل است اول همون را در مینش یک گذراند، دید که دو معنا داشته است، معنای دیمش ناجایز است، در نزد پادشاه گفتنش نشانه ابلهی و احمقی است. از همه خاطر نیاکه بچی راه و بچی طریقه جانش خلاص کرد. پس این سخن ببینه که چقدر یک نعمتی بزرگ است اگر به شرطی که اداره شود. این زبان بسیار دولتی بزرگ است. قدری زبان برا داشتن شما از آدمایی که زبانشو میگیره یا از او بدتر از کسایی که گنگ هستن از اونا بپرسه که این بزرگ نعمت است، انسان از حیوان متمایز میسازد. اما به شرطی که زبان در اختیار صاحبش باشد. زبان بریده به کنج نشسته سومم بکم، به از کسی که نباشد زبانشان در حکم. همین زبانت بریدگی در یک جا خاموش باشی بهتر است از او که زبان در حکم صاحب نباشه، هر لقیگی و هر سفسطه از زبان خارج شدن بگیره. گر بدانی که نشنوند بگوی، آنچه دانی زینک خواهی و پند. زود باشد که خیره سر بینی، به دو پای افتاده اندر بند. دست بر دست میزند که دریغ، نشنیدم حدیث دانشمند. شیخ سعدی میگه اگر میدانی که گپ تا گوشم نمیکنم بگو، حتی اگر به گپت گوشم که ندادن گپ زن. اگر علم داری، سواد داری، چیزی را از شریعت میدانی به مردم برسان، به شرطی که بدانی، هوایی افسانه نگویی، مردم در جهالت بیشتر اگر ندراری. زود باشد که خیره سر بینی. بعید نیست که همون خیره سرایی را که از امر معروف میگرفتن یا میگفتن تو چی حق داری که امر به معروف میکنی؟